سلام علیکم، خسته نباشین به کلی عزیزای دل. به این جمله کلی فارسی زبانهای دنیا دارم میگم و اونایی که اشغال شدن ونزوئلا و رسومش مشاهده کردین، در خبرها هم دیدین و همچنین سیاست حکومت دولت ترامپ دارم میگم. ملت افغانستان، ملت ایران و کشورهای اسلامی را کلان مجموعا دارم نام میبرم. ترامپ به قول گفتنی یک سیاست رو داره پیاده میکنه که مثلا چی همه را برده خودشان بسازه، سگ قلاده بگردن و اطاعت کننده اون. خوب گوش باشید. میخواد یک جهان تک قطبی که مثلا زیر سیطره حکومت آمریکا باشد و بخواد هر فرمانی که ترامپ بده باید بگید چی؟ چشم. و متاسفانه یک عده داره آب به آسیاب دشمن میرزه، یک عده مثلا طرفداری ترامپ و غیره و غیره میکنه بماند داره. و ملت مسلمان باید بیدار آگاه باشن که دیگه گول سیاست نارای غربی و اروپایی را نخورن. در افغانستان اومد خیلی عضو هم چه غلطی کرد، در ویتنام چه کار کرد و در دیگه کشورها چی کار کرد که آمریکا امروز به قول گفتنی اسرائیل علم کرده، یعنی یک سگ قلاده به گردن یهودی است. هر زمانی که اشاره کنه بلا فاصله چی پاچه یکی رو میگیره. اگر ما مسلمان ها بخوایم درک بکنیم، باور بکنیم، امروز همه دنیا علم و فرهنگ و دانش از ما مسلمان ها بوده، علم و صنعت از ما بوده، ولی متاسفانه تفرقه قومی و نجات پرستی و تضادگیری در بین ما وجود داشته، فاشیستگری وجود داشته. یک عده آب به آسیاب دشمن میرزه. چرا؟ چون دامنزنی به آتش دشمن داره میکنم، نوکر اوناست، سگ قلاده بگردن اونا خودفروختی اوناست. نکنید و روز شبه که عزتتان و ناموستان همه آمریکایی ها به غارت ببرن، همه یهودی ها به غارت ببرن. دیدین در جنگ چند ساله ایران، عراق، افغانستان و غیره و غیره در باقی کشورها آیا جز ایرانی و خرابی بیشتر آورد؟ امروزی که اوکراین وارد جنگ شد مگر آمریکا اولین کشوری نبود که پشتیبانیش اعلام کرد که ما از اوکراین حمایت بکنیم؟